تا حالا برات سوال شده که چرا اینقدر پول نقد کم شده؟ یا تا برات بگم. دلیل اولش اینه که چون با حذف پول نقد میتونن جلوی خلافکارا و پولشویی رو بگیرن، چون خلافکارا اغلب با پول نقد کار میکنن تا دستگیر نشن. دولت ها هم برای همین سعی میکنن تا پول نقد رو کم کنن، ولی امروزه با اومدن ارزهای مجازی این کار تقریبا بیفایده شده. دلیل دومش اینه که چاپ کردن پول هزینه خیلی زیادی داره و دولت ها میخوان که جلوی این هزینه ها رو بگیرن و خیلی ساده پول ها رو به صورت دیجیتال در میارن. و رسیدیم به مهمترین دلیل. مهمترین دلیل اینه که دولت ها میخوان پول نقد از بین بره برای اینکه مالیات بگیرن. شما 50,000 تومان پول نقد رو در نظر میگیرید. هر خریدی که انجام بدید ارزش اون پول 50,000 تومان باقی میمونه. ولی اگه از کارت بانکی استفاده کنی، هر خریدی که انجام میشه از اون پول مالیات کم میشه و برای همین طی یه مدت ارزش اون پول به صفر میرسه و اینطوری پول میرسه به دولت. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید. خداحافظ.